درود و عرض ادب خدمت شما دوستان و هموطنان عزیز و گلم. امیدوارم هر جا که هستین تنتون سالم و لبتون خندون باشه. امروز پنجشنبه 22 شهریور 1403 خورشیدی برابر با 12 سپتامبر 2024 میلادی و سال 2583 شاهنشاهی ایرانی. با افتخار در خدمتتون هستم با ویدئویی که براتون آماده کردم از گفتگوی آقای مصداقی و سعید بهبانی در تلویزیون میهن. آقای مصداقی گفتگوهای هفتگی خودشون رو با آقای بهبانی دارند و من 50 دقیقه حدوداً از این گفتگو رو براتون آماده کردم. تمام این گفتگو 3 ساعت و نیم هستش. من لینک کانال آقای بهبانی رو در دیسکریپشن این ویدیو میذارم. برای تماشاش لطفاً به کانال خود ایشون باید مراجعه بکنید و دوستان اگرم رفتین اونجا یه لایک هم براشون بزنید. لااقل این شکلی میتونیم ازشون تشکر بکنیم که زحمت میکشن و آقایون رو میارن و باهاشون مصاحبه میکنن. بالاخره وقت و هزینه دارن میذارن. حداقل تشکر ما همین لایک کردن و اظهار تشکر و در کامنت ها گفتن به آقای بهبانی و دوستانشون هست. صحبت ها بسیار جالب هستش. امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره. راجب نامه فائزه هاشمی هم یه سری از دوستان سوال کرده بودن که نظرت چیه. اولا من که برگ هیچ درختی نیستم که بخواد نظرم مهم باشه، اما برای فقط اطلاع دوستان خودم میگم، خیلی ساده و خودمونی بگم. اصلاح طلبا مثل یه سری رفیقا هستن که موقع عشق و حالشون و موقع شادیشون کاری بهت ندارن، میرن با بقیه دنبال عشق و حالشون، وقتی که به مشکل برمیخورن یاد آدم میفتن. اصلاح طلبا با مردم هم همین شکلن. وقتی تو قدرتن و دارن کارهای خودشون رو میکنن، مردم کیلوچن. وقتی که به مشکل برمیخورن توی جنگ قدرت در یه قسمت هایی میبازن، یاد مردم میفتن. ضمناً پروژه ساختن اپوزیسیون جدید، بالاخره این طرح دیگه نخنما شده دیگه. اتاق فکر جمهوری اسلامی باید خیلی زرنگتر از این حرفا به قول خودشون باشه که دیگه این طرح قدیمی دیگه خیلی دیگه نخنماه. زنده باد ایران، ایرانی با شرف. لعنت به هرچی مزدور و وسط باز و تجزیه طلب، به هر کسی که داره به هر نحوی به جمهوری کثیف اسلامی کمک میکنه تا دیکتاتوریش ادامه پیدا بکنه. قربونتون برم، با شرفایی که دمتون خیلی گرمه. این روزا سالگرد انقلاب مهساست. میخوایم نظر شما رو در مورد این جنبش زن زندگی آزادی بپرسیم و اینکه اساساً چرا این جنبش به موفقیت نرسید. خوشحال میشیم در این زمینه بشنویم فرمایش شما. بله. خب الان 2 سال از جنبش مهسا میگذره، جنبشی که به درستی نام زن زندگی آزادی بر این گذاشتن. خب میدونیم که دشمنان این شعار و به خصوص دشمنان زندگی از ابتدا سعی داشتن که ضمن انکار اهداف جنبش زن زندگی آزادی یک حجابی هم سرش کنن. خب میدونیم تو این وسط فرقه رجوی نقش اساسی داشت و اگر ملاحظه کرده باشید تمام اون چه که مربوط به روسری سوزان بود رو اینا حذف کردن و حتی یک خبر راجع به این که دخترای میهنمون به خیابون اومدن و حجابشون رو سوزوندن یا در مقابل نظام بر سر حجاب ایستادند، یک دونه از این صحبت ها نمی کردن و اونو سانسور می کردن. اونقدر کار بالا گرفت که حتی شعار زن زندگی آزادی رو عوض کردن و تبدیلش کردن به زن مقاومت آزادی. ببینید یه موقعی میگن زن فقط میگفتن به درد میخوره که بچه بیاره. ملاحظه میکنید زن به درد دیگه که نمیخوره، که فقط به درد این میخوره که بچه بیاره تولید مثل کنه و حتی اکثرش مادر خوبی باشه. خب بهشتم زیر پای مادرانه، نه زیر پای زنانه، زیر پای مادرانه. چرا؟ چون میخواستن این وظیفه مادرانگی رو پررنگش کنن. فرقه رجوی با زندگی دشمنی داره.
اساس این فرقه در دشمنی با زندگی است و با حیاته. و به همین دلیل میبینید تو شعار زن زندگی آزادی زندگیشو برمیداره و به جاش میذاره زن مقاومت آزادی. زن درست شده برای اینکه مقاومت کنه، فقط همین. ببینید نه، برای این اتفاقا تلاش این فرقه برای منحرف کردن جنبش زن زندگی آزادی و برای تحریف جنبش زن زندگی آزادی است. خب میدونیم رژیم هم همین کار رو میکرد. رژیم هم به نوع دیگری، رژیم برای مقابله با جنبش زن زندگی آزادی، چون دارای قوه قهریه بود، چون دارای قدرت بود، از گلوله‌های ساچمه‌ای استفاده میکرد، چشم اونا رو هدف قرار میداد، اونا رو دستگیر میکرد، تجاوز میکرد، به بیرحمانه ترین شکل میکشت. نه فقط اونا رو، بلکه همه اونایی که در جنبش زن زندگی آزادی مشارکت داشتن به هر نحوی. سرکوب خونین رو سرلوحه کارش قرار داده بود و با شعار النصر به رعب، یعنی با ایجاد رعب و وحشت مردم رو به هراس بیفکنید، سیاست خودش رو پیش می‌برد و به همین دلیل می‌بینیم که اون همه هزاران هزار نفر رو دستگیر کردن و به زندان‌ها کشوندن. خب این در واقع تلاش بود از طرف ارتجاع غالب و مغلوب، یکی برای سرکوب جنبش زن زندگی آزادی و یکی برای تحریف اون، چون که نمیتونست که مقابله کنه فرقه رجب. این داستان رو داشته باشیم تا برسیم به این که اساساً انقلاب یا جنبش مهسا آیا به موفقیت نرسید اونجوری که گفته میشه یا نه. ببینید ابتدا باید ما توجه کنیم که جنبش زن زندگی آزادی چی بوده. ببینید جنبش، من از همون موقع هم اگر در رسولهای میهن تیوی دوستان اگر توجه کنن میبینید من همیشه میگفتم آغاز یک پایانه و نه یک پایان. آغاز یک دورانه، شروع یک دور است و نه پایانش. به همین دلیل من دائم سعی میکردم توضیح بدم که چرا جنبش زن زندگی آزادی نبایست این تصور ایجاد بشه که الان رژیم رو میندازه. خب ببینید کسانی که یه همچین تصوری در جامعه ایجاد میکردن به طبع امروز باید پاسخگو بشن دیگه که چرا موفق نشده، چون اون رژیم که سقوط نکرده. ببینید اینا دروغ بود، اینا حقه‌بازی بود یا بخشایش رو ناآگاهی بود. کسایی که اساساً در هیچ جنبشی شرکت نداشتن، در هیچ تلاش و کوششی شرکت نداشتن، در هیچ مقابله‌ای با رژیم شرکت نداشتن، اونها به محض اینکه یه داستانی مثل انقلاب مهسا پیش اومده یا جنبش مهسا پیش اومده، انگار که رژیم داره سقوط میکنه میپریدن بالا میپریدن. ببینید خب اگر شما تجربه داشته باشید، اگر لحظه به لحظه با این رژیم در طول 46 سال گذشته مبارزه کرده باشید، هیچ موقع فکر نمی‌کردید جنبش مهسا با اون شکلی که داشت و با اون ابعادی که داشت رژیم رو به زیر میکشه، چون جنبش‌های دیگری رو هم شما پیش از این دیده بودید. ببینید شما بیایید، من همون موقع تلاش زیادی میکردم که این آثار غلط رو که تو ذهن مردم میتونه بمونه اینو از بین ببرم. خیلی هم به خود من میگفتن، مثلا با من مجادله میکردن که تو بدبینی، داره تموم میشه، داریم میریم. بابا نیست، باور کنید نیست، بایستی توجه کنید به آثار مخرب این. بعدن اونا تازه منو به ذهنیت و بدبینی و اینا متهم میکردن. خب همه اونا دیگه امروز ساکت شدن یا حداقل با من که گفتگو میکنن یک حالتی از شرمندگی درشون هست. ملاحظه میکنید به خاطر مطالبی که مطرح میکردن. و خب این اگر شما ملاحظه کنید آقای مثلا حامد اسماعیلیون چه تجربه‌ای در مقابله با رژیم داشت، چه تجربه‌ای در مبارزه با رژیم داشت. فکر میکنید مثلا یه آدمی مثل مسیح علی نژاد چه تجربه‌ای در ارتباط مبارزه با رژیم داشت؟ اینا که تا قبلش بغل دست خود رژیم بودن، از خود رژیم حمایت میکردن، تو خارج از کشور از رژیم حمایت میکردن، تو انتخاباتش شرکت میکردن، برای خامنه‌ای
ابراز ارادت میکردن و اینکه نه مقام شامخ ولایت فقیه مگه مسیح علی نژاد نیست، نباید بهش بی احترام میشه، نباید مورد هدف قرار بگیره. درسته؟ ببینید خب این آدم وقتی که یهو میبینه با کارسازی هانری لوی مثلا در کنار دیگر انجمنهای حقوق بشری یا انجمنهای غیر دولتی یا نماینده های از جوامع مختلف کشورهای مختلف در یه روز بار عام میخوان برن پیش مکرون، ایشون هم همون روز همراه با دیگه برن پیش مکرون. خب کسی که توجهی به این چارچوبا نمیکنه، با عوام فریبی میاد مطرح میکنه که انقلاب ما پیروز شد، انقلاب به رسمیت شناخته شد، تموم شد، من تا دیروز فکر میکردم بابام پشتمه، الان فکر میکنم مکرون پشتمه. خب ببینید اینا که نمیان بعداً جوابگو بشن که، ملاحظه میکنید؟ یا وقتی حامد اسماعیلیون با دیدن یک جمعیت انبوه میگفت اطلاعیه بعدیمو در فراخوان بعدیم برای تظاهرات رو در تهران میدم، یعنی داریم میریم تهران، یعنی رژیمو داریم به زیر میکشیم. اطلاعیه بعدی ایشون میخواست دولت تشکیل بده در تهران، وقتی میگه اطلاعیه بعدیمو در تهران میدم یعنی در نقش خمینی داره ظاهر میشه. ببینید من هیچ مشکلی ندارم هر کدوم از اینا بیان بشینن سر قدرت ها، من اصلا مشکلی ندارم. شما فکر کنید اگه حامد اسماعیلی میومد مثلا جای خامنه‌ای میشست من مشکلی داشتم، یا مسیح علی نژاد میومد میشد ملکه مسیح، والله من اگه مشکلی داشته باشم، چون هر نکبتی هم که داشته باشم 1000 برابر بهتر از خامنه‌ای هستش. ببینید من که مشکلی با اینا ندارم، که مشکلی با اینا نداشتم، ولی بحث بر سر اینه که اینا در واقع به جنبش ضربه میزنن، به مردم ضربه میزنن، به امید مردم ضربه میزنن، بسیاری از انگیزه ها رو از بین میبرن، بسیاری از اونایی که درشون امیدهای کاذب به وجود میاد رو در واقع بعداً تبدیل میکنن به چی؟ به صد و مانع. میگه آقا ولش کن، همیشه بوده، به خواهرش میگه، به برادرش میگه، به بچهش میگه. ببینید اینا برای اینکه تاثیرات سو داره، من اگه میگم به خاطر زدودن این تاثیرات سو، نه به خاطر دشمنی با اینا، که چون اینا که دشمن من نیستن که، من اینا رو در قامت دشمن نمیبینم اصلا. ببینید پس نکتهش اینجاست که اساساً اهدافی که برای جنبش زن زندگی آزادی تعیین شده، این اهداف رو اینا غلط ترجمه کردن، اینا غلط بیان کردن. خب اون موقع رسانه ها هم در خدمت داشتن، ایران اینترنشنال که دیگه بلندگوی اینها بود و دائم هنوز هم همین کار رو میکنن، به اینها پوشش خبری میداد. با چی؟ با کمترین صلاحیت روز. اون چی بود اون وحید بهشتی؟ شما یادتونه چه جنگولک بازی اون در آورده بود؟ اونم داشت انقلاب میکرد، اونم داشت حسن و قب تعیین میکرد، یادتونه؟ ببینید آقای بهبهانی، ببینید یه آدمای بیریشه بی‌هویتی یهو اومده بودن این وسط، هر کدوم شده بودن رهبر انقلاب. از این طرف یه آدم حقه‌باز توی سوئد علیرضا آخوندی، دیدید چه میکرد؟ دیدید چه میکردن؟ خب ببینید اینها به قول معروف میگن تاغاری بشکند ماستی بریزد جهان گردد به کام کاسلیسان. همین داستان متاسفانه. پس بنابراین اهدافی که برای جنبش مهسا برشمرده شده بود، این اهداف غلط بود. آقای بهبهانی قرار نبود رژیم سقوط بکنه با یه همچون جنبشی. ای کاش بکنه ها، ای کاش هر کوچکترین جنبشی برسه به مسئله سرنگونی و تغییر. خب کسی که مخالف این نیستش که، ولی بحث من اینه که ما در اون موقعیت قرار نداشتیم. کاملا مشخص بود این تظاهرات هایی که صورت می گرفت، کاملا مشخص بود پراکنده بود، دور از هم بود، اینجا و اونجای شهر بود، خصلت عمومی نداشت، در یک نقطه به هم نمی پیوست. من توضیح دادم، تجربیات خودم از خرداد 1160 رو گفتم و اینکه چجوری ما تو جنبندی که بعداً اون موقع مجاهدین داشتن به این نتیجه رسیدن و ما تو صحنه عمل اونو به اجرا در آوردیم که آقا به این ترتیب نمیشه در جاهای مختلف شهر تظاهرات داشت، بلکه باید نیروی گذاشت توی یه جا، توی یه نقطه و 30 خرداد رو رقم زدیم.
خب اون شاهکار تشکیلاتی رو. خب آقا منی که اون تجربه رو دیدم میبینم این به جایی نمیرسه، بعد منی که متوجه میشم مردم شب میرم بالا پشت بون یا میرم تو آشپزخونه‌شون دارن تو اکباتان شعار میدن، این یعنی امکان حضور در صحنه رو ندارن. این یعنی اینکه این به اون چیزی که فکر میکنی نمیرسه، اما بیانگر انزجار عمومی است. و ملاحظه میکنه جنبش زن زندگی آزادی دنیا رو بسیج کرد. این موفقیت ما بود. ایران و ایرانی نامش این بار نه با تروریسم، نه با کشتار، نه با نمیدونم سلاحهای خطرناک یا تمام چیزای منفی. حالا فکر کنید اگه این مواد مخدر باشه یا نمیدونم فلان خبر فاجعه آمیز باشه، ایران باهاش نامش گره خورده باشه. نه، ایران نامش گره خورد با زن زندگی آزادی. همه دنیا بسیج شد روی این شعار. شما دیدید هالیوود ما تکون داد. همیشه هالیوود همه دنیا رو تکون میده، اما جنبش زن زندگی آزادی هالیوود رو هم تکون. این پیروزی ما. ببینید جنبش زن زندگی آزادی از نظر من به همه اهداف خودش رسید و ما دیدیم هدف اولیه‌اش چی بود. ببینید هدف اولیه جنبش زن زندگی آزادی چی بود؟ از کجا شروع شد؟ از قضیه گشت ارشاد شروع شد دیگه. از چی؟ از خون مهسا شروع شد دیگه. چجوری این جریان پیدا کرد، تداوم پیدا کرد؟ به چی منجر شد؟ تابوی حجاب شکسته شد. برای اولین بار در نظام نکبت اسلامی تابوی حجاب شکسته شد. یادتونه تو جنبش 96 دیدی چند تا دختران خیابان انقلاب، فقط دیدی یکی دو سه دختری اومدن اونجا. حالا بقیه بعدن چه مسائلی پیش اومد الان من به این کاری ندارم، ولی چند مورد محدود شما دیدید حجابشون رو سر چوب کردن. دیدید چه اتفاقی افتاد؟ دیدید چه به روزشون آوردن؟ دیدید چه جوری از اونا کینه کشی کردن و انتقام گرفتن و دیدید چه جوری سرکوب کردن؟ دیدید دیگه هیچ کی جرئت نمی‌کرد بی حجاب بیاد بیرون. اما این جنبش در واقع جنبش حجاب سوزان و مقابله با حجاب اجباری در جنبش زن زندگی آزادی یک حیات دیگه پیدا کرد، یه تبلوری پیدا کرد. دیدید ما به نتیجه رسید. امروز دخترای ما رو نگاه کنید توی خیابونا، شما نگاه کنید به همین هنرپیشه های ایرانی، حتی تو خارج از کشور که می اومدن، حتی در فستیوال های خارجی که شرکت میکردن حجاب رعایت میکردن یا نوعی از حجاب رعایت میکردن. امروز تو خود ایران رعایت نمیکنن. ببینید این موفقیت جنبش زن زندگی آزادی است. یعنی این ما داریم چیه؟ به اهدافمون، اهداف مرحله‌ایمون رسیدیم. یعنی رژیم رو یه پله عقبش بردیم و امروز صداها بلند شده حتی در درون رژیم که آقا حجاب کجاش اجباریه، باید معین کنید و ببینید این یعنی چی؟ این یعنی موفقیت جنبش زن زندگی آزادی. این چیزی که ما نباید ازش به سادگی عبور کنیم. ببینید اونایی که وعده های نامربوط میدادن اونا باید پاسخگو بشن، وگرنه جنبش موفق بوده. ببینید جنبش زن زندگی آزادی از نظر من به همه اهداف خودش رسید، مهر خودش رو زد، خودش رو تحمیل کرد، نظام نکبت اسلامی رو به عقب. این پیروزی بزرگیه، این دستاورد بزرگیه. متاسفانه این رسانه ها به علت کارکرد غلطی که داشتن، به علت خوشباوری که ایجاد کرده بودن در عده‌ای، به خاطر بلندگویی که دست مشتی فرصت طلب میدادن یا ساده انگار میدادن، عملاً با بحران مواجه کردن جامعه رو. انگار که جامعه شکست خورده، انگار که انقلاب شکست خورده، انگار که این همه موفقیت و هیچ حاصلی نداشته. ببینید ما بزرگترین جمعیت ایرانی رو در آن واحد در ده‌ها شهر و کشور میدیدیم. شوخی نیست. ببینید بعضی این جنبش‌هایی که من خودم میدیدم، این تظاهراتایی که من میدیدم که خودم هم درش شرکت کردم، باور نمی‌کردم اینا یه روزی تحقق پیدا کنه تو خارج از کشور، مثلا توی امریکا، مثلا توی سن دیگو. باور نمی‌کردم. ولی خب دیدم شد. ببینید اینا اون چیزایی است که باید ما بهش توجه کنیم و الان سالگرد انقلاب
مهساس، باید این رو گرامی بداریم. شما نگاه کنید انقلاب به وجود اومده بود، عده‌ای حالا همون موقع جنبش مهسا عده‌ای داشتن تلاش میکردن که آقا حالا همه میگفتن مهسا، همه دنیا میگفتن اسمشو بگو، میگفتن مهسا امینی. آقا عده‌ای داشتن تلاش میکردن تو ایران، یه مشتی از این تجزیه طلبها، یه مشتی از این کمونیستای قزمید که هی بگن ژینا ژینا. بابا ژینا به خدا زیباست، به خدا خیلی خوبه، این ژینا برای ما قابل فهمه، این ژینا رو من میدونم که یعنی در واقع همون دوباره داستان زندگی همه اینام هست. ولی من که میدونستم پشت این داستان کلمت الحق یراد به حق باطله، دنبال این کلمه حق، دنبال این داستان، اون یارو میخواد میخ خودشو بکوبه، اون دنبال اون اهداف تجزیه طلبانه خودشه. این اون داستانی که در واقع ما بایستی بهش توجه میکردیم. حالا اینا تمام تلاششون این بود که بگن منم میدونم مهسا اسمش مهسا بود، اسمش ژینا بود، دوست داشت بگه ژینا، همینا رو منم میدونم، اینجوری نیست که من نفی بکنم. ولی اونی که رو اینا میرفت اهداف دیگری پشت سرش بود و این اون چیزیست که ما باید بهش توجه کنیم. و اتفاقا دیدیم در همین جنبش زن زندگی آزادی چجوری آحاد مردم رو به هم نزدیک کردن. میگو چی کردستان چشم و چراغ ایران، میگو چی سنندج چشم و چراغ ایران، میگو از سنندج تا زاهدان، نمیدونم از تبریز تا فلانجا. چرا؟ برای اینکه این رژیم دائم تلاش کرده بود که این ایرانی ها رو پاره پاره کنه. این چیزی بود که تو جنبش زن زندگی آزادی دیدیم بربال یه چسب عمل کرد. چجوری مردم داشت به هم نزدیک میکرد، چجوری سعی میکرد مرزها رو برداره، چجوری سعی میکرد که همه رو یکی کنه. چرا چشم و چراغ میگفتیم؟ چشم و چراغ ایران یعنی چی؟ سرنده چشم و چراغ ایران یعنی اگه کسی که بخواد بهش چپ نگاه کنه، به این چشم و چراغ ایران، اون وقت من میدونم ببینید این پیام مردم بود. برای من که میفهمیدم پشت اون یارو داره چی میگه، پشت اون داستانه چی خوابیده. بله، در هر صورت از نظر من این جنبش موفق بود. این جنبش به نظر من به قلوب ایرانی ها رو به هم نزدیک کرد. این جنبش نشون داد که ما میتونیم. این جنبش نام ایران و ایرانی رو به نیکی در جهان زنده کرد. این جنبش تابوی بزرگی رو شکوند. این جنبش خودش رو تحمیل کرد، زن ایرانی اراده خودش رو تحمیل کرد و ما حالا بعد از این مراحل دیگه رو باید پشت سر بذاریم که خب قاعدتا پشت سر خواهیم گذاشت. یعنی به عبارتی مؤثر بود در حقیقت این جنبش. درست. بریم سراغ نشست جورجتاون. به نظر شما به ثمر رسیدن این جنبش این جورجتاون درش مؤثر بوده؟ چی بود داستان؟ به ثمر که جنبش که نرسید آقای بهبانی که. آره خب بله به ثمر رسوندنش دیگه، در اینکه اتفاق نیفتاد. بله. من حرفم اینه، پرسشم. بله ببینید این جنبش این یارو نشست جورجتاون اساساً به نظر من ربطی به جنبش زن زندگی آزادی نداشت. این نظر من. عده‌ای میخواستن از این نمد برای خودشون کلاهی بدوزن و اساساً خود موضوع جورجتاون حالا چه موفق در میشد یا نمیشد ربطی به این جنبش مستقیما پیدا نمیکرد و حالا اگه اون شکست خورد باز هیچ ربطی نداره به این که رژیم سرنگون نشده و اگر فکر میکنید اون شکست نمیخورد الان رژیم سرنگون شده. نه، اول از اون که چه زمانی این نشست جورجتاون دور هم نشستن؟ در فوریه یعنی در بهمن ماه 2 سال پیش. خب نگاه کنید اون موقع 7 ماه از جنبش مهسا گذشته بود و اساساً نشون داده بود این مسئله که به هیچ وجه در
اندازه این که بخواد رژیم رو سرنگون کنه یا رژیم رو با بحران سرنگونی مواجه کنه نیست. بنابراین نشست جورج تاون، حالا شکستش هم ربطی به جنبش مهسا نداشت و اینکه حالا اگه جنبش مهسا اون جورج تاون به نتیجه رسیده بود، جنبش مهسا به نتیجه میرسید، نه اصلا اینجوری نیست. درست زمانی که فروکش کرده بود جنبش مهسا، تازه اینا رفتن دور هم نشستن. اونم چرا؟ اونم یه عده‌ای برای مطرح شدن خودشون میخواستن از حضور شاهزاده رضا پهلوی هم استفاده کنن و اون به نظر من بیشتر اون قائله جورج تاون به وجود اومد. جورج تاون از اولش اشتباه بود، اصلا تشکیلش اشتباه بود. اصلا اولین داستانش چی بود؟ سال نو ما بیایم، حالا اون مغزایی که واقعا من نمیدونم این مغزا چی هستن، رهبری انقلاب بگیم چیکار بکنیم؟ بله، به 7-8 آدم بگیم که اینا بیان یه متن مشترک و اول سال نو بیان سال نو مسیحی رو تبریک بگیم. شما فکر کنید اولیش این که اول سال نو میلادی رو ما بیاییم تبریک بگیم. بعد این تبریک ما، تبریک مشترک ما، این بشه سرآغازی برای وحدت نیروهای سیاسی در ایران. بعد این نیروهای سیاسی کیان؟ یکیش آقای مثلا نرسیبان، جدا از شاهزاده رضا پهلوی رو بذاریم کنار، علی کریمی فوتبالیست تیم ملی ایرانه، یکی از بهترین فوتبالیستای ایران بوده، چه ربطی داره به امر رهبری انقلاب؟ بعدیش کیه؟ خانم گلشیفته فراهانی، یه هنرپیشه‌ای بوده که هیچ موقع مسئلهش ایران نبوده، هیچ موقع. البته در نمایشات مختلف این رو مطرح میکنه ها، اونم درست در زمانهایی که به نفعشون باشه، در غیر این صورت که اصلا اینجوری نیست. کارش هم کار نمایشه، خوبم نمایش میده. خب در این زمینه خوبه، ولی در این زمینه که ایشون، خب میبینید هر جایی هم که اگه بتونه مطرح بشه ایشون حضور داره. از جایزه نوبل گرفته و بشکن زدن تا داستان دیگه. خب بعد گلشیفته فراهانی که این وضعیتشه، آقای علی کریمی، از اون طرف بریم اون بقیه رو نگاه کنیم. یه کسی مثل فیلمسل مسیح علی نژاد، حامد اسماعیلی، خب پشت اینا کی بود؟ متاسفانه آمارگیری کردن، متاسفانه برنامه گذاشتن توی استنفورد، کارسازی برای اینا کردن، راه برای اینا باز کردن، پروژه های مشخص شکست خورده با پول های مشخص، با اندیشکده های مشخص پشت این داستان ها، ولی اینا یخش نمیگیره برای اینکه در جامعه ایران جایی نداره. خب شما فکرشو بکنید، این وسط یهو آقای عبدالله مهتدی از کجا پیداش میشه؟ اصلا ببینید، شما فکر کنید این آدمایی که گفته بگه نازنین بنیادی یه هنرپیشه، آخه من موندم، یعنی 2 تا هنرپیشه بایستی توی رهبری انقلاب 2 تا هنرپیشه باشن؟ کدومه؟ اونم یکیش که فارسی اصلا بلد نیست. چیه؟ آقای کریم سجادپور، ایشون پارتنرشون، اونم پشت این ماجرا و نشست جورج تاون بوده، باید حتما اینم بره تو جورج تاون. و اینم یکیشه. از اون طرف ماجرا میرید نگاه میکنید، همون نشست جورج تاون که شروع میشه اول 2 تاش نمیان. خب به نظر من اونا هوشیاری به خرج میدن. آقای علی کریمی کسا میگه من در این موضع نیستم، خانم گلشیفته فرانی که جا خالی میده ولی هیچی نمیگه. خب ولی باز هوشیارانه است که نمیاد وارد این قاعده بشه. این بالاخره این هوشیاری گلشیفته فرانی بوده. خب این یه نکته است. ولی از اون طرف ماجرا من موندم
عبدالله مهتدی چرا باید تو اینجا باشه؟ حالا اونا رو بگید سلبریتی هم، باید بگید الان سلبریتی ها مهمن، سلبریتی فهمیدم اینو. عبدالله مهتدی چی کار است باید اینجا باشه؟ آیا سازمانی که ایشون نمایندگی میکرد محلی از اعراب تو جامعه ایران داره؟ اصلا تو جامعه سیاسی ایران داره؟ اصلا تو جامعه کرد داره لزوما؟ چرا باید ایشون میبود؟ الا اینکه مسیح علی نژاد فکر میکرد یه پروژه‌ای تو ذهنش داره، آقای برنارد لاوی، این یه بخشش هم کرده، حالا این هم کرده، باید بریم دنبال این کرد. چه ربطی داره اساسا؟ ایشون چه جایگاهی در میون نیروهای سیاسی داشته؟ چرا عبدالله مهتدی باید باشه، دیگر رهبران گروه های سیاسی ایرانی نباید باشن؟ چرا عبدالله مهتدی باید باشه، دیگر وابستگان مثلا میخوام بگم اقوام و طوایف و اینهای ایران نباید باشن؟ کی گفته این باشه اونا نباشه؟ ببینید اصلا کی از روز اول این میز چیده؟ کی از روز اول این ظرف رو تعیین کرده؟ با همه اینها و البته نظر من، حالا با همه توجیهاتی که بعدها این ور و بر درست میشه و ساخته گفته میشه، حضور شاهزاده رضا پهلوی در این نشست کاملا اشتباه، یک خطای سیاسی. ولی همه ما میتونیم خطا کنیم، حالا آزمون و خطاست دیگه، ولی این از نظر من کاملا خطاست. حتی لحظه ای مشروعیت دادن به این آدم است که از نظر من مشروعیت ندارن. یعنی این جمعی که اساسا از روز اول تشکیل شده، من اولین سوالم اینه که اینجا کی تعیین کرده؟ چرا این آدما؟ چرا اگر از اول سال نو قرار بود عده‌ای پیام مشترک بدن، چرا بقیه این پیام مشترک رو ندن؟ ببینید سوالات زیادی پیش میاد، بنابراین اون نشست از ابتداش غلط بودش. خب برای همینم کوه موش دارید و دیدیم که حتی وقتی شاهزاده رضا پهلوی جدا هم نشده، فقط گفت من با دیگر گروه هم همکاری میکنم، خب که وظیفه‌شو باید بکنه. اصلا شاهزاده رضا پهلوی چه حقی داره که خودشو منحصر کنه به 4 تا آدمی، اونم در این حد یه مشت آدم شاخ شکسته؟ اصلا چرا باید همچین کاری بکنه؟ حالا ایشون اومده گفته، نگفته من انشاب میکنم، نگفته مثلا با اینا همکاری نمیکنم، گفته من با دیگران هم همکاری میکنم. بلافاصله حامد اسماعیلی استعفا داد، برای اینکه این ظرف رو دیگه در حدی نمیدید که بتونه امیال اونو جامعه عمل بپوشونه. بعد اون 4 نفر بقیه گفتن ما همچنان ادامه میدهیم با اعضا و جدید و نمیدونم ما چنین میکنیم چنان میکنیم. یه اطلاعیه تموم شد رفت، برای که تعهدی نیست، برای اینکه به حرفی که میزنن اعتقاد ندارن. خب این داستان بنابراین از نظر من شکست نشست جورج تاون هیچ ربطی به ثمر نرسیدن جنبش مهسا نداره. جنبش مهسا از نظر من به همه چیزاش رسیده، به همه در واقع اهدافش رسیده و حالا خودش آماده میکنه برای مرحله بعدی نبرد. بقیه هم باید جواب پرت و پله هایی که میگفتن رو بدن. مگه نبود اون موقع مسیح علی نژاد رفیق داشت میرفت با هم دیگه ساخت و پاخت میکردن، با مسیح علی نژاد به اون گفتگویی که با فهیمه خضر حیدری داشت، رهبر منم رهبر تویی، از این پرت و پلا. ببینید یه دلیل اصلی که من هیچ شانسی برای همون جنبش زن زندگی آزادی قائل نبودم برای موفق شدنش به عنوان به زیر کشیدن رژیم عرض، برای که آلترناتیو نبود، برای که آلترناتیو رو نمایندگی نمی‌کرد. یه جنبش زمانی میتونه موفق بشه که آلترناتیو خاص خودش رو نمایندگی کنه یا آلترناتیو خاص خودش رو معرفی کنه. همینجور رو هوا، همینجور باد هوا. خب حالا بریم اول خیابون بریم تا آخر خیابون بگیم زن زندگی آزادی. خب بعدش چی؟ بعدش چی؟ قدم بعدی چی؟ زن زندگی آزادی بسیار عالی است، خیلی هم خوبه، منم تا دینش باش ما درسته،
بعدش چی؟ بعد خواستتو بگی دیگه. خواستم چیه؟ به زیر کشیدن نظامه. خواستت چیه؟ میخوام بکشمش پایین. چی میخوای جاش بذاری؟ اینو میخوام جاش بذارم. اینجوری نظام ها با بحران سرنگونی رو میشن. بدون چنین چیزی، بدون چنین آلترناتیوی، هیچ نظامی رو به بحران و رو به سرنگونی نمیره. حتی متزلزل ترین نمیرن. اینو بایستی این پنبر از گوش باید در اومد. این پاسخ من. قبل از اون یه جریانی را انداختن که کمک کنیم و پول جمع کنیم برای همین کار و سریع و سیر خودشون متوجه شدن که وارد دام شدن و این دامی بوده که وزارت اطلاعات براشون چیده بود و بعد همشون ابراز پشیمانی کردن. شما درست میگه این کارا اصلا در شرایطی که از بعد از همین سپتامبر 11 که امروز سالروزشه و این تحریم‌های سختی که نسبت به انتقال پول صورت گرفت، یعنی شما روی ورقه فقط بنویسی ایران کافیه که جلوی پولتو متوقف کنن، نه پول به بر میگردونن نه پول به طرف میرسونن و پول در دست میره. بنابراین کاملا پیداست که یه حقه بازی صرفه و فرمایش شما 100% درسته تو این زمین. ممنونم ازت که هستی و میگی. تو همین ماجرا یه موجای علیه شاهزاده رضا پهلوی در فضای مجازی ایجاد میشه و آقای کامیار تو همین زمینه یه ایمیل مفصلی نوشته بود که براتون فرستادم. به نظرت با همه این حرکت‌های زشتی که دارن انجام میدن خدشه‌ای هم به اعتبار شاهزاده رضا پهلوی میان مردم وارد میکنه؟ مردم ازش دوری میکنن یا بهش؟ ببینید آقای بهبانی، شاید شما موفق بشید در فضای مجازی مثلا یه هیاهوی را بندازید، یه عده کانال هایی که به خودتون نزدیکن براتون بهبه و چهچه بگن، یا در واقع بتونید یه مقداری به نظر من بیشتر دق و دلی ها رو خالی بکنید. ببینید من این موضوع خدمتتون بگم، اگه قرار بود این فضای مجازی و این داستان ها مؤثر باشه، آقای بهبانی، بچه سر از تخم که در بیاره تو مدرسه که میره صبح تا شب این پدر و پسر فحش شاه و رضا شاه و جد آباد و پهلوی هست. صبح تا شب تو رسانه ها هست، تلویزیون هست، سریال هست. خب هی راجب دوران ستمشاهی میگن. من میگم اینا چی میخوان بگن؟ ببینید آقای بهبانی، هر چی اینا گفتن به عکسش تبدیل شده. تمام تبلیغاتی که علیه ستمشاهی کردن، مردم نشستن آرزوی ستمشاهی میکنن. هر چی که اینا دارن تو بوق میکنن، از اون بر ملت دارن بدتر میکنن. آخه این کسایی که هنوز این چیز ساده رو نمیفهمن، اینا فکر میکنن مثلا قدرت نفوذشون بیشتر از خود رژیمه. مثلا این بوقی که شما تو فیسبوک داری یا توی توییتر داری یا توی چه بدونم فلان فضای مجازی داری، مثلا نفوذش بیشتر از تلویزیون رژیمه، تبلیغات رژیمه. یه خورده تجربه کسب کنی. این همه سال گذشته، بعد تازه دنبال اینی که مثلا تو فضای مجازی علیه چه میدونم شاهزاده رضا پهلوی یا فرح پهلوی مثلا چه میدونم فضای منفی ایجاد کنیم. اگه موثر بود که تا حالا تاثیر داشته، که بدتر کرده. که هرچی شما بد و بیراه میگید دوستان عزیز، اگه واقعا دشمنید،
هر چی شما این کارا رو میکنید بیشتر ملت رو هول میدید سمت اونا. یه واقعیت نتیجه 30 و چند سال 40 چند سالیه که ما شاهد بودیم خودمون. پس این اشتباه محضه. ملت ایران هیچ، چون از بس لطمه خوردن، از بس خیانت دیدن، از بس بعد و وعید شنیدن. ببینید به جز تجربه عینی خودشون به چیزی اعتماد نمیکنن. این تجربه عینی هم در ذهن و ضمیر جامعه حک شده. اینو تو کجا میشه؟ این درصد تبلیغات نیست. آلبوم خانوادگی رو طرف باز میکنه، عکسای پدر مادرش و پدر بزرگ و مادر بزرگش رو میبینه، از عروسیشون میبینه، از سفرشون میبینه، از جشنشون میبینه. فیلمای ایرانی زمان شاه الحمدلله صدها فیلم روی اینترنت هست، اینا همه میبینن. آهنگای شوها، واریته ها، چه میدونم از این طرف خواننده ها، نوارها، سیدی ها، همه رو میبینن و گوش میکنن. حالا یکی که نمیخواد اینا رو بفهمه، این برنامه هایی که این من و تو درست کرده بود. من و تو چی درست کرده بود؟ بابا آلبوم خانوادگی افراد رو میومد تلویزیون نشون میداد. خب این که خود خانواده همه تو خونهشون دارن که. همه سر ته تبلیغات من و تو رو بزنی چند ساعت میشه؟ 500 ساعت که نیست، که نیست. شما برو نگاه کنید، هر فیلم زمان شاهو بذارن یارو نمیشینه ساز آواز توش گوش کنه. این همه نمیدونم شوهای مختلف رو نمیبینه، گوگوش رو نمیبینه، فرخزاد رو نمیبینه، قریب افشار رو نمیبینه، چه میدونم قبل و بعدشون رو نمیبینه، کافشو، نمیدونم اختاپوس، اینا رو نمیبینن، اینا رو نمیدونن، تابش رو نمیدونن چیه، خیاط باشی نمیدونن چیه. پرندوز نمیدونن چیه. بابا اینا رو که نمیشه من و تو به کسی تو ذهنش فرو کنه. مردم دارن میبینن، مردم خودشون میبینن. من و تو هم بخشی از اون چیزها رو داره باستاب میده یا میداده. نسلی که هر روز داره میاد به صحنه میاد و با این داستان داره میاد و داره بدتر و بدتر و بدتر میکنه و بیشتر و بیشتر و بیشتر به اون سمت تعلق خاطر پیدا میکنه. آیا در اصل الان من و توه؟ ببین خودفریبی تا کجا. این تبلیغات از نظر من به ضد خودش تبدیل میشه. شما نگاه کنید اون آقای سلیمانی امیری سلیمانی، یه آدمی بوده راه افتاده اومده ترکیه تا ببینید اینایی که میگم از نظر من به شدت این رابطه مشکوک. من هیچ سند و مدرکی ندارم ولی الان بهتون میگم. ببینید ایشون اومده ترکیه. میدونید ترکیه جای خیلی خطرناکیه. طرفو میکردن تو گونی و هم داشتن میبردن ایران. هنوزم درسته؟ طرفو صاف تو ترکیه زدن کشتنش. مگه مسعود چیزو نکشتنش؟ چیه جعبه سیاه؟ مولوی رو. ببینید آقای مهربان، مگر یارو تو گونی نکردن بردنش ایران؟ ترکان قشنگ فیلمش همه رو برداشته بودن، همون حبیب چاو قشنگ فیلمش هم ترکان همه رو برداشته بودن قدم به قدم، بعدش هم بردن دیگه. حالا سوال من اینه، این آقا اومده بود تو ترکیه بدون هیچ حفاظی، صبح تا شب علیه اسلام، علی ابن ابی طالب پیامبر و اصحاب پیامبر، علی ابن ابی طالب و چیزی نبود که نگه، چیزی نبود که نگه. اما کوچکترین خطر ایشونو تهدید نمی‌کرد.
وقتی که شنونده پیدا کرد، بیننده پیدا کرد، از روی همین برنامهش و از روی همین داستانش یه عده از کسانی که من میشناسمشون، بهشون ارادت دارم، آدمای خوبی هستند و اتفاقا از شاهزاده رضا پهلوی دفاع می‌کنن. و این آدم نمک نشناس بی شخصیت خوب میدونه از طریق اونها، با کمک اونها، با کمک مالی اونها اومد سوئیس، کارهای حقوقیش هم اینا انجام. دوستانی در اینا به منم گفتن مشارکت کن، گفتم نه، بنده در این زمینه مشارکتی نمیکنم. خب این آدم پاش رسید به سوئیس، تمام اون داستان محمد و علی و فلان و گذاشت کنار، تمام حملاتش متوجه شاهزاده رضا است. بابا تو که فتوکپیش هم نیستی، اصل ماجراهاش کاری نتونستم بکنم، حالا تو یادم فتوکپی، اونم درجه چندم، کپی در کپی، کپی در کپی، کپی در کپی، تازه میخوای بیای مثلا بگی نمیدونم فلانی علیه سلسله پهلوی، علیه شاهزاده رضا پهلوی. بابا اصل ماجرا تو ایرانه، صبح تا شب دارن علیه شاهزاده رضا پهلوی حمله میکنن، تو که 100 تا فتوکپی مندرسش هم نیستی. خب اینه دیگه، میاد اینجوری شروع میکنن به حمله و فلان، انگاری که الان این همه نگاه های مردم ایران از روی شاهزاده رضا پهلوی برمی‌داره. آقا اگه تو راست میگی چرا تو ترکیه بودی این حرفا رو نمیزدی؟ این اعتقاداتت موقع به سوئیس رسیدی یادت اومد؟ ببینید این داستان ماست و به نظر من اینا متوجه نیستن ملت چرا به شاهزاده رضا پهلوی گرایش دارن، یا چرا به سلسله پهلوی یا به رضا شاه یا با محمد رضا شاه گرایش دارن. بابا اینا نمیفهمن، اینا فکر میکنن یار مثلا طرف رفته دونه بدونه سیاست های نمیدونم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی مثلا رضا شاه رو تجزیه و تحلیل کرده اومده و یا مثلا تمام سیاست های نمیدونم شاه رو تجزیه و تحلیل کرده رفته تو اندیشکده ها، بعد تحقیق کرده، بعد رسیده واو عجب رضا شاهی بوده، عجب محمد رضا شاهی بوده، حالا این میخواد بیاد ثابت کنه من که تو خوندی کشتی. بابا اینا نمیفهمن. مردم درگیر زندگیشونن با نظام نکبت اسلامی، بعد یک داشته‌ای داشتن، این داشتهشون رو همه میدونن، این داشته رو همه میدونن چی بوده و میبینن از دست دادن. حالا تو خودت هم که بکشی ها، باز این ملت گرایش دارن، باز این ملت به اون گذشته رجوع میکنن، به اون چی که داشتن رو از دست دادن. دفعه پیشم بهتون گفتم حافظ به 700 سال پیشش رجوع میکرد، به 1000 سال پیشش، به 2000 سال پیشش رجوع میکرد، بدون اینکه یه فیلم دیده باشه، بدون اینکه یه عکس دیده باشه، بدون اینکه حتی یه دونه آثار اونا رو دیده باشه، فقط تو کتابا خونده بوده یا شنیده بوده، تو حافظه جمعی بوده که ایرانی بوده، تاقی بوده، کسرایی بوده. حافظ اصلا تاق کسرا نرفته بود ببینه که، حافظ تمام سفراش مشخصه. مگه بیستون رفته بود؟ مگه تاق کسرا رفته بود؟ مگه عراق رفته بود؟ بابا این ذهنش هی میره دنبال شکوه و مجد ایران، میره هی گذشته. اساسا من یه موضوع خدمتتون بگم، تصور منی مدرکم که برای اثباتش ندارم. اساسا وقتی که حافظ هی میگه تاق تاق تاق، تاق ابروی ریار، این تاقی که او حسرتشو میخوره، از نظر من وقتی شما یه چیزی رو در ذهن دارید و اون وقت با اون مقایسه میکنید، از نظر من این تاقی که حافظ انقدر میگه
همون تاق کسراست که اینو در چهره یار میبینه، در ابروی یار میبینه و همون تاق کسراست و همون رجوع به گذشته بود، به اون مجد و به اون در واقع دورانی است که فکر میکنه دارای هویتی بوده، دارای شکوهی بوده، میدونه شادی بوده، میدونه آبادی بوده، اینا رو شنیده. ملت امروز فیلمشو میبینن، تصاویر خانوادگیشون رو میبینن، صداهاشو میشنون، میشینه کنسرت گوگوشو نگاه میکنه، هایده رو میبینه، مستی رو میبینه، مرضیه رو میبینه، دلکش رو میبینه، میره عقب‌تر قمرالملوک وزیری رو میبینه. بابا اینا رو داره میبینه و میشنوه. اونش که میرفته تو کافه لاله‌زار میشسته، آقاسی رو میبینه، سوسن رو میبینه، مقامی رو میبینه، جبلی رو میبینه، تاجیک رو میبینه، میشنوه. یادش میاد، نوستالژی داره. اینا یه بوق گرفتن دستشون، فکر میکنه هر روز که بیاد این کار. نه آقا، غیر از این که شما داری به رژیم خدمت میکنی هیچ کار دیگه ای نمیکنی، هیچ تأثیری هم نداره ها. شما فکر میکنی روز روزش که تو مملکت جنبشی ایجاد بشه، نگاه به من ایرج مصداقی نمیاد، هر چی هم دانشمند باشم، نگاه میره به شاهزاده رضا پهلوی ها. آره شما میتونید از کولش آویزونشون بکشیدش پایین مثلا، یا تلاش کنید بکشید پایین، اما بهتون بگم جزء عمله ظلمی دا، جزء لشکر خامنه ای هستید. نکنید. آقا تا یه چیزی میشه شروع میکنن نمیدونم حمله و هجوم و نمیدونم. بابا ول کنید، هیچ چی دیگه وجود نداره. برید مال خودتون رو بسازید، برید مال خودتون رو تبلیغ کنید، دست بردارید از این کار. ممنون. من فکر میکنم زیباترین کلام برمیگرده به خود شهبانو. ایشون یه جایی توی ویدیویی میگه که من چقدر خوشحالم امروز که میبینم جوانان ایرانی امروز متوجه شدن خدمات خاندان پهلوی رو و درست به عکس 40 سال پیش که اومد تو خیابون و فریاد میکشید بر علیه خاندان پهلوی و مظاهری که ساختن، امروز همون جوون ایرانی میاد و تجلیل میکنه خدماتی رو که خاندان پهلوی به ایران جا. این فکر میکنم همه حرفی است که شهبانو میتونه در مورد بله آقای بهبانی، این موضوع خدمتتون بگم. بفهمید شما. مشکل ما که یکی دوتا نیست آقای بهبانی. که یادتونه چقدر من مقاله نوشتم، دوستان میتونن برن مقالات منو بخونن، راجع به این جوالق امیر عباس فخرآور من گفتم. همون موقعی که کتاب رفیق آیت الله رو داد بیرون، اومدم گفتم جیمز باند 207 مسخرش کردم، گفتم بچه پر رو تو صدای آمریکا. عده‌ای از این متاسفانه از این سلطنت طلب‌ها به خصوص تو لس آنجلس، به خصوص تو آمریکا، فکر میکردن که در و گوهر دست آوردن. امیر عباس فخرآور این جوالق امنیتی و اطلاعاتی رفته بودن پشتش. یادتونه چه ها کردن براش؟ رفیق آیت الله، رفیق آیت الله. گفتم نکنید این کارا، گفتم اینا به ضرر جنبشه، به ضرر ملته، به نفع خامنه ایه. ببینید من تردیدی نداشتم و ندارم رفیق آیت الله رو رژیم نوشته. خب برای که هر دست هر ابلهی بدی میفهمه که این جفنگیات راجع به خامنه ای و ما باعث تمسخر ماست. این باشه.
ولی یادتونه وقتی اون کثافت ها رو اومد بیرون ریخت و براش یه عده کف میزدن، متاسفانه به خودشون بیان، همونایی که علم سلطنت به دوش میکشیدن، امروز چی رو نوشته؟ رفیق ملکه. امروز چی رو علم کردن؟ رفیق شهبانو فرح پهلوی، عامل روسیه. دوستان عزیز، چقدر بهتون گفتم نکنید، چقدر بهتون گفتم این کار خیانته. دیدید حالا این شطور در خونه کی خوابیده؟ دیدید این جفنگیات رو راجع به کی میگه؟ دیدید این خزعبلات رو راجع به کی میگه؟ شمایی که وقتی این مزخرفات راجع به خامنه ای میگو به به و چه عجبی کردید، صدای آمریکا 2 بار براش برنامه ویژه گذاشت، 1 بار مهدی فلاحتی و 1 بارم برنامه‌ای که من حضور داشتم و مهدی فلاحتی برنامه 3 باهاش گذاشت و کردنش چهره تو صدای آمریکا. برید نگاه کنید. چقدر گفتم نکنید. این خیانته. این یه آدم جوالقه، این آدم پلیده. نتیجهش حالا میبین، مهم نیست. ولی عاشقان سلطنت که این کارا رو میکردن چی یاد میگن؟ آیا به خودشون میان؟ آیا عذر تقصیر میخوان؟ بعید میدونم. من که تا حالا ندیدم. آخه این یه آدم هایپره، این اصلا توان نشستن پشت میز و نوشتن یه انشا رو نداره. آقا چطوری ممکنه یه آدمی مثل اون بتونه 700 صفحه کاغذ بنویسه؟ شما چندین جلد کتاب منتشر کردی. برای همین کتابی که من اینجا دم دستم دارم، برای همین شما بگو چند صفحه نوشتی تا تبدیل شد به این 400-500 صفحه؟ آیا همین نشستی 500 صفحه نوشتی بدون اینکه کاغذ سیاه کنی، بدون اینکه دور بندازی، از نو بنویسی؟ این آدم توان نشستن پشت میز داره که بتونه بشینه کتاب بنویسه. عقلم چیز شریفیه.